سلام علیکم، خوش آمدید به ولاگ من. البته خب اگه بشه اسمشو ولاگ گذاشت، نمیدونم دیگه، حالا خودتون برید میبینید. آقا اینطوری بود که ما دیروز تو این ساعت بیدار شدیم گفتیم که ولاگ روزانه هم بگیریم، حالا ضرر نیست. چای ریختیم، نوش جان کردیم و خب آره دیگه تقریبا تمام روز هیچ غلطی نکردم. ولی برعکس امروز ساعت 7 صبح بیدار شدم، از خونه زدم بیرون، راه رفتم و خب آره خیالتون راحت کنم، نصف ویدیو همینه که فقط دارم راه میرم همچنان دارم راه میرم سر مار دیگه راه نمیرم اینجا، دیگه راه نمیرم، منتظرم، همچنان منتظرم. چسی نمیدونم اول بیرون میزنیم بعد تصمیم میگیریم کجا بریم. میگم بریم آش حلیم بگیریم. داری؟ 300 ولی خب کارت زهره است. یه کارت کوچولو کاسه کوچولو تو بگیریم دیگه، لاشی کیو سیر میکنه، حداقل سیرشیم. من رشتم آش رشته بعد کجا بیارم؟ نمیفروشن خواهر تا. چرا؟ نمیفروشن. چرا؟ خب من نمیگیرم بعد. بریم اون برای خودمون هری آسفالت دارم میگیرم. رو میبرم میگه خب لازمی یاد میگیرم بار اولم. حواسم کامل به باشه. آقا من میترسم حواسم به باشه گوشم بزنن. حواسه به باشه گوشو بکن پرسم پا پیش نه پام جهنم گوشیو بزنن. اینجا میشه گفت دیگه رسیدیم و پیاده‌روی به اصطلاح جدی رو شروع کردیم، یک قدم در راه سلامتی و هزاران قدم در راه تناسب اندام. شهدف تهران. تو نه او گربه. کوش سیاه پشت اینو مشخص نی. بیشتر داریم از آقا میگیریم ولو. سلام چرکو. آره دیگه سیسی یه روز به این نتیجه میرسه که از کافه خاطر در نمیاد و آف کورس که وقتی پول نداری باید بری تو پارک نون پنیر بخوری. آی اصلا مشخصه تاریک من نمیبینم. اینجا هم دیدیم دیگه داریم میمیریم از خوشگذرونی، گفتیم جمع کنیم بریم تا یه کار دست خودمون نداریم. خب داریم جمع میکنیم که بریم. الان میریم، الان جمع میشه میریم. خیابان تو خوبی یا نه خوشگلم معلومه که نه. خوش زده اما جا خودمون جمع‌تر بود بیخیدم بالاخره رسیدیم خونه و دیدم مامانم داره صابونه میخوره، گفتم منم یه چای باش بزنم. اینم عروس بلندی مونه، موقعی که دوربین آوردم دیگه نخوند ولی داشت میخوند. و در آخرم جا داره بگم که مرسی که تا اینجا دیدین. زبونم گره خورد. میدونم که یه سری باگ ها داخل ادیت و فیلم برداری اینا هست، خب راه میافتم یاد میگیرم. لایک و کامنت و ساب یادتون نره. اگه خوشتون اومد بهم بگین و خب خداحافظ.